دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که گفتگوها درباره ایران و لبنان به خوبی پیش می رود و پیشرفت‌های مثبت در آن حاصل شده است. او افزوده که این روند تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و تاکید کرده که با امضای توافق محاصره پایان می‌یابد. ما در طول هفته در حال گفتگو هستیم. انتظار دارم امور به خوبی پیش برود. درباره بسیاری از موضوعها از پیش صحبت شده و حتی توافق هم صورت گرفته است. نکته اصلی این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. شما نمی توانید اجازه دهید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و این موضوع از همه مسائل دیگر مهمتر است. در همین حال دونالد ترامپ گفته است که روند دستیابی به توافق با ایران باید هرچه زودتر نهایی شود و افزوده که آمریکا تمامی اورانیم غنی شده ایران را دریافت خواهد کرد. روند دستیابی به توافق با ایران باید بسیار زود تکمیل شود و آمریکا همه یورانیم غنی شده را دریافت خواهد کرد. اما ایران ادعای ترامپ درباره انتقال اورانیم غنی شده را رد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد این اظهارات دونالد ترامپ و بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی او گفته است که ایران هرگز آماده نیست یورانیم غنی شده خود را به کشور دیگر منتقل کند و تاکید کرده که این مواد برای ایران همچو خاک ایران مقدس است. در مورد مسائلی که مطرح شده هم در رسانه‌هاشون هم بعضی از مقامات آمریکایی ذکر کردن، هیچ کدومشون قابل تایید نیست. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، این موضوع هم برای ما اهمیت داره. این در حال است که ایران درباره تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز اعلام کرده که تنها کشتی‌های غیر نظامی که از سوی نهادهای مربوطه ایرانی ارزیابی شده باشند اجازه عبور خواهند داشت. با عزت از چارچوب‌هایی که از نظر حقوقی و قانونی باید داشته باشیم روش ایستادیم و پایبندیم و امیدواریم که این رو طرف مقابل هم متوجه باشه. ما همان گونه که مقام معظم رهبری از قبل فرموده بودند به دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ما به دنبال ترور نیستیم. اونا هستن که کشور ما رو و نه تنها کشور ما، منطقه رو با ترورشون، با شهادت فرماندهان، سیاستمداران، دانشمندان، دانش آموزان در نگاه دنیا خودشون رو در حقیقت منفور کردند با کارهایی که انجام دادن. در مقابل آمریکا اعلام کرده است که بر اساس اظهارات منتشر شده تنگه هرمز برای تجارت باز اعلام شده، اما محدودیت‌های دریایی تا زمان دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد داشت. Because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. ایران به تازگی اعلام کرده که تنگه هرمز را به گونه کامل باز و برای تجارت آماده است، اما محاصره دریایی تا زمانی که توافق ما 100% تکمیل نشود به گونه کامل ادامه خواهد داشت. مقام‌های ایرانی هر گونه محاصره دریایی احتمالی بر ضد این کشور را مغایر با قوانین بین المللی دانسته و هشدار دادند که تهران در برابر چنین اقدام‌های واکنش لازم و متناسب نشان خواهد داد.